یو گایز سلام بچه، خوش اومدید به ویدیو جدید دیگه. امروز اومدیم با بازی فشاری کننده دای آگانی چیه تلفظش اگه میدونید توی کامنت ها بگیم و لایک و سابسکرایب کامنت هم یادتون نره. بدون رو من سری بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. اوکی، شنیدم که خیلی بازی فشاری هستش. بعد استانبول گایز اینو میریم کلا اعصاب میخواد. آها یه دونه از اینجا معلومه چی. اوکی میام اینجا. باگر اوکی من یه فشاری نمیکنم. بیایم اینجا. خواهی منو فشاری کنی؟ آره خب حاجی یه کمی دارم فشاری میشه. اوکی تا اینجا بیا. اینجا رو بپر، اینجا رو بپر. اوکی اینجا میپریم. وای اوکی میایم اینجا. یا حسین یا ابوالفضل یادم رفت. اوکی بازم لول 3 اینجا میرم جلو. یه جلو. خب بیا جلو دیگه. چرا نمیشه؟ نری. اوکی بریم. خودش هم داره به ما کمک میکنه. چطوری ذهن منو خوند؟ اوکی تسلطت آروم باش مرشی، ما میتونیم ببریمش. آها فهمیدم. میایم اینجا یه دونه میپریم. بیایم آی غلط کردم. تو رو خدا لایک کنید داره منفجر میشه. میتونی بیا اینجا. علی یس تبلیغ وسط ویدیو با سرعت. وای بچه‌های خوبی هستیم. یا حسین یا حضرت قمر بنی هاشم بیا. خب من چیکار کنم؟ اوکی برو. اوکی برو. برو. تا ویدیو بعدی پیکسات ذهنم درگیر اون تبلیغ شد.